درود شنوندگان گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامه‌نگار روزنامه‌نگار جاوید مقیم. گفتار 15. بعدی از عقبه گذشتن چیکار میکنیم؟ پرسید نادر از ولی جان. یگان ماشین یافته به دوشنبه میرویم. گمان نمیکنی که ما را حالا هم امنیتی ها و هم جنایتکاران جستجو دارند؟ تا به دوشنبه رسیدن باز 2 دیدبانگاه را گذشتن لازم. ما را حتما در دیدبانگاه دروازه شرقی پایتخت آشکار میکنند، گفت نادر. پس چیکار کنیم؟ به سرم یک ایده آمد. اگر از بالای گردنه عقبه نفر آمده به طرف آفتابشین روی، آنجا دهه دولانه است. من یک وقتها آنجا بودم. از اینجا راه هم به دوشنبه هست و هم به مرکز ناحیه گلستان. اگر ما در این دهه یگان ماشین یافته تا گلستان فراییم، از آنجا تا دوشنبه 50 کیلومتر مسافه است. در راهی که از گلستان به جنوب دوشنبه می رود دیدبانگاهی بدیه نیست. همچنین با این راه به دوشنبه رفتن ما به خیال کسی نمی آید. پیشنهاد خوب، راضی شد ولی جان. امک من ماشین می آبم. به صحبت همراه شد خوشبخت. در دهه دولانه هم کورسم رمزالله زندگی می کند و یک ماشین مسکویش دارد. از او خواهش می کنم شما را تا دوشنبه می برد. ممکن است به او زنگ زنم. با این سیم کارت یگان مراتبه به من زنگ زده ای؟ پرسید ولی جان. نه، من این سیم کارت را 1 هفته پیش گرفتم. پس زنگ زن. خوشبخت به رمزالله زنگ زد. رمز اسپد ساز است؟ پرسید خوشبخت بعد سلام و حال پرسی. بله، 100%. یگان خدمت ای؟ من بعد یگان ساعت می شوم. اسپد از این زده در درآمدگاه دهه ایستا. ممکن بوسکشی رویم، گفت خوشبخت. با رمز گپ میزنی میفهمد؟ پرسید نادر. بله میفهمد. وی خودش ماشینش را اسب میگوید. راهی عقبه کهنه شده باشد هم چندان دشوار گذر نبود و آنها از وقتی تخمین زده اشان پیشتر به قشلاق دولانه رسیدند. در بالای دهه از جانب گردنه عقبه یک مسکویچی لایق رنگ می ایستاد. این ماشین رمز است، گفت خوشبخت. شما همینجا ایستید. از اینجا ما را در پایان می بینند. من رفته می بینم. اگر تنج باشد تاقیم را می بردارم. اگر نه اسپا را با دیگر سرانید. جیان دتکتیو بر این گپ می زند. از وی مفتش خوب می برآمد، گفت نادر به ولی جان. ممکن با خواهش پدرش بیتار شود. خوشبخت با پیراهه به دهه دولانه فرامد. نادر و ولی جان از او چشم نکنده اشاره اش را انتظار بودند. نهایت بعد چند خوشبخت تاقیش را از سر برداشت. رمزالله آنها را خوش استقبال نموده به ماشین شیناند. خوشبخت با آنها خوشباشی کرده اسبها را به هم بست و به سوی خانه اشان روان شد. خوشبخت به رمزالله به کجا رفتن مسافران را گفته بود، مگر که او چیزی نگفته به سوی گلستان ماشین میراند. تقریبا بعد نیم ساعت آنها بر راه کلان گلستان دوشنبه برآمدند. پیشاپیش آنها یک ماشین یاری تجاری حرکت میکرد. رمزالله جوره میتوانی همین ماشین را گذری و آن را منع کنی؟ پرسید نادر. بله امک، اسب ما جومسته. پس به پیش، امر کرد نادر. ایده خوب، فهمیدم، گفت ولی جان. رمزالله سرعت ماشینش را تیز کرده از ماشین یاری تجاری گذشت و در تنگ پا در بین راه ایستاد. در این راه کوهی دیگر علاج گذشتن نبود. ولی جان و نادر زود از ماشین فرآمدند. ماشین یاری تجاری ناعلاج در پس مسکویچ رمزالله ایستاد. راننده کیم چی گفته غرغر میکرد. ولی جان به نزد راننده رفته حجت نشان داده پرسید به کجا رفته ایستاده اید؟ به دوشنبه به وزارت برای گرفتن دارو برای بیمارخانه رفته ایستاده ایم. این کس سردختور بیمارخانه. به همراهش اشاره کرد راننده. خیلی خوب، راه همان یک بوده است. ما با شما می رویم، گفت ولی جان. در این وقت نادر پیش دستی کرده در سالن ماشین را گشاده دید که آنجا کسی نیست.
ولی در آن گوشتی یک گوسفند را میده کرده جا کرده بودند. از پیش راننده فرایید، آنجا پلکانیک می نشیند. امر کرد نادیر: ما و شما در سالن با بیمار می رویم. ولی جان به پیش راننده نشست. نادیر بر رمزالله 100 سامانی داده تشکر گفت. او پول را گرفتن نمی خواست. من برای پول شما را سوار نکردم. من و خوشبخت چون برادریم. اگر خواهی که ما خفه نشویم پول را گیر و به دهه برگرد. گفت نادیر بر رمزالله و تشبای را از مسکویچ فراورده با خود به ماشین یاری تجاری آورد. بیمار باید خواب رود، گفت نادیر. کنی به وی کمک کنید؟ به سردکتر مراجعت کرد. او باز خلعت سفید دارید؟ بله، پاسخ داد سردکتر. پس به من و پلکان خلعت دهید. سردکتر از قوطی در ماشین بوده 2 خلعت سفید برآورده به نادیر و ولی جان داد. آنها خلعت پوشیدند و به دکتر مانند شدند. رمزالله ماشینش را یک طرفه گرفته راه را خالی کرد. هی کن، به راننده امر کرد ولی جان و افزود: اگر به یگان کس با فرهایت اشاره کنی در جایت می پرانم. تپانچه‌اش را نشان داد و اگر سردکتر هم یگان قلق کند می توانید در جایش پرانید. به نادیر با آهنگی آمیرانه گفت ولی جان. اطاعت رفیق پلکانی، گفت نادیر. ماشین با سرعت به سوی دوشنبه حرکت می کرد. پاره را به کی می برید؟ به وزیر یا معاونش؟ گوسفند را اشاره کرده پرسید نادیر از سردکتر. به زوسکلد. آنها حقشان را از زوسکلد می گیرند. با یک گوسفند کارتان بود شود هیچ گپ نبوده است، گفت نادیر. این گوسفند شیرین کامه است، از نوگ خمیر فطیر. و ما نیمی داروی رایگانمان را می دهند و خلاص. نیمی دیگرش از سکلد راست به داروخانه های شخصی می رود، گفت سردکتر. بچه خودی بودی. صحت سلامت به دوشنبه رسیم، بعد با تو به فرجه صحبت می کنیم، گفت نادیر و افزود: در ماشین نقاب دارید؟ باید در سمکه باشد. ممکن بینم؟ مرحمت هست، چند تا در کار است. به هممان یکتاگی. به درآمدگاه شهر رسیدیم، نقاب ها را پوشید. ما را من کردنشان ممکن، گفت نادیر و 2 نقاب را به ولی جان راننده دراز کرد. اگر کسی من کرد گوید که بیمار سرایتی چومه یا به تاجیکی تا اون را برده ایستاده ایم. از این می ترسند و پرسکاو نمی کنند. شما را آگاه می کنم که بیهوده جانتان را به خطر مانده زبان نکشایید، گفت ولی جان. ما آدم کشی اشدی را به وزارت انتقال داده ایستاده ایم. خویشاوندان کشته شدگان می خواهند که از بازداشت شدن نقار گیرند. او را کشتن می خواهند. برای همین خاموش باشید. اگر فهمند که او در اینجاست ماشین را تیرباران می کنند. این سخن را شنیده تشبای لبخند کرد. سردکتر مات و محبوط شد. لبخند تشبای را دیده نادیر سردکتر را امر کرد که به او نقاب پوشاند. سردکتر هراسیده بر روی تشبای نقاب را کشید. در درآمدگاه شهر دیدبانگاه موقتی ماندند. آماده شوید، گفت ولی جان. در دیدبانگاه ماشین های به دوشنبه وارد شونده را منع کرده یک تفتیش میکردند. ماشین آنها را هم منع کردند. یک کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی به نزد آنها آمد. بیمار چومه را به بیمارخانه انتقال داده ایستاده ایم، گفت ولی جان. او در ماشین را کشاده به سالن نگریست و 2 نفر مرد خیلت پوش را با بیمار دیده به سردارش گفت که بیمار را انتقال داده ایستادند. مان روند، گفت سردار. راننده ماشین را به حرکت درآورد. کارمان آمد کرد. اکنون راست به وزارت هی کن. به راننده امر کرد ولی جان. وزارت ما را میدانی؟ ها، بالاتر از وزارت ما. من هم بیهوده نگفتم که راهمان یک است. بعد چندی ماشین به وزارت امور داخله نزدیک شد. از طرف عقبی وزارت می رویم. ممکن ما را در درآمدگاه اساسی همسایه ها انتظار باشند، مصلحت داد نادیر. ولی احتیاط کردن لازم، گفت ولی جان. وقتی به در عقب رسیدند ولی جان به دربان حجتش را نشان داده امر کرد: زود در را گشایید که حال بیمار وزنین است. دربان دیگر پرسجون نکرده زود در را گشاد. ماشین را راست به در احتیاطی که باز بود راندند. ولی جان به دربان حجتش را نشان داده خواهش کرد که زود به وزیر زنگ زده او را پیوست کند.
او این امر را اجرا کرده گوشی را به ولی جان داد. من رسیدم و حالا پیشتان می آیم گفت ولی جان. مانید آنها درآیند. امر کرد وزیر به دربان. ولی جان به نادر اشاره کرد که بیاید. نادر با سردختر خیر و خوش کرد. برادر، برای تشویش دادنمان عذر، نصیب باشد با صحبت میکنیم. هیچ گپ نی، لیکن بیمارتان واقعا هم بیمار است. با فکرم سرطان معده دارد گفت سردختر. طبابت میکنند گفت نادر و تشبای را از ماشین فرآورد. آنها به کابینت وزیر آمدند. وزیر ولی جان و نادر را خوش استقبال گرفت. آفرین، من باور داشتم که این جنایت را شما افشا میکنید گفت رامیز محمد علی و گوشی تلفن حکومتی را به دست گرفت. حالا من به سروزیر زنگ میزنم. جناب سروزیر، جنایتکار دستگیر شد و حالا او پیش من است. من حاضر می آیم گفت سروزیر. شما بی ملال چای نوشیده شینید. حاضر سروزیر می آید گفت وزیر و افزود. خوب قصه کنید که به شما چی شد که از راه برگشته باز به سنگ سیاه رفتید. قصه دراز است. هیچ گپ نی، گوش میکنم. تلفن ما و شما را گوش میکردند گفت ولی جان. به ما سوی قصد تشکیل کردند. نه؟ کی بودند آنها؟ هم مسلکان تبرعلی. ما را همسایه هایمان هم تحت نظارت داشتند. به زور تا اینجا رسیدیم. در راه ها دیدبانگاه تشکیل کرده ما را می جستند گفت ولی جان و واقعه های امروزه را مختصر نقل کرد. قهرمانی نشان داده اید. آفرینتان باد گفت وزیر. همین وقت نوبتدار وزارت خبر داد که ماشین سروزیر آمده است. شما ایستید، من حاضر می آیم گفت رامیز محمد علی و به استقبال سروزیر به پایان فرامد. بعد چندی او با سروزیر به کابینت وارد شدند. این کس پلکونیک ولی جانی نرزالله و این کس ژورنالیست نادر امینپور. مشاوران من. به سروزیر معرفی کرد رامیز محمد علی. سروزیر با آنها دستکی سلام کرده گفت من شما را خوب می شناسم. انا همینها جنایت را افشا نموده جنایتکار را بازداشت کردند گفت وزیر و تشبای را نشان داد. سروزیر به تشبای نظر کرد و گفت این کس تشبای. یک زمانها در مکتب سنگ سیاه همراه کار میکردیم. بله، سر جنبان تشبای. سبب چیست که یک آدمی دو پد درست دست به کشتار میزند؟ اجازه دهید نقل کنم گفت ولی جان و حادثه را مختصرا نقل کرد. همین گپ ها درستند؟ از تشبای پرسید سروزیر. بله 100%. پاسخ داد او. برید او را گفت سروزیر. وزیر نوبتدار را دعوت کرده گفت این کس را به بازداشتگاه مخصوصی خود وزارت برید و نگاه کنید که به او یگان آسیب نرسد. به نظر من باید این قضیه به سود نرسد که شرمنده می شویم گفت سروزیر. خودش تا سود نمی رسد تشبای. سرطان معده دارد. روزهای عمر او به شمار ماندند گفت ولی جان. پس او را آزاد کردند در کار. بگذار در خانه اش بمیرد. به هر حال ما یک زمان در مکتب همکار بودیم گفت سروزیر و لحظه در سکوت ماند. بهترش درباره افشا شدن این کشتار خبری نشر نکنید. خواهش میکنم که در این باره کسی لب نکشاید. در پیش انتخابات است گفت سروزیر و افزود من به وعده‌ام وفا میکنم. مکافات پولی را پگاه از وزیرتان میگیرید. پگاه صبح آدمی من پول را به شما میرساند گفت برامیز محمد علی سروزیر. بار دیگر به همه‌تان تشکر. سروزیر به سوی در راه گرفت. وزیر او را تا ماشینش گسیل کرده برگشت. از روی گفته‌تان به جان شما خطر تهدید می کند. بنابراین پیشنهاد دارم که امشب در بستان سرای من در ورزاب مهمانم شوید. شما را تشویش دادن خوب نیست. به خانه هایمان می رویم گفت ولی جان. شما تهدید را شوخی نفهمید. البته تا صبح خبرکش ها درباره انجام عملیات معلومات می دهند و رقیبان دیگر به شما کار نخواهند گرفت. از جانب دیگر من هم از شما قرض دارم. شما آبروی مرا برداشتید. از طرف دیگر من خواهش می کنم گفت وزیر. ولی جان و نادر ناعلاج راضی شدند. وزیر آنها را به بستان سرایش برد. برای آنها دسترخوانی پرناز و نعمت گسترده بودند.
بعد زنگ اولی ولیجان وزیر امر کرده بود که ضیافت آماده کنند. در وقت ضیافت سخن از اصلاحات ملیسه رفت. وزیر آماده بود که اصلاحات را شروع کند. روز دیگر راننده وزیر ولیجان و نادی را به آفیسشان آورد. آنها درباره فعالیت من بعدشان صحبت می‌کردند که وزیر زنگ زده گفت که حاضر یاورش را با کار به نزدشان می‌فرستد. بعد چند دقیقه یاور رئیس در دست کیف و پپکه زنگ در آفیس را پخش کرد. ولیجان از چشمک یاور وزیر را دیده در را باز نمود. یاور بعد سلام و حالپرسی کیف را بالای میز گذاشت و از پپکه دستش لفافه را برآورده به ولیجان دراز کرد. این را وزیر دادند که به شما رسانم. این چی است؟ حیران پرسید ولیجان. من نمیدانم، آن را نکشادم. وزیر گفتند که امانتشان را گیرند. باز بام نآورده باشید. شوخی کرد نادیر. براستی اینش را نمیدانم، لیکن به هر حال بعد از خانه برآمدن من آن را کشایید. به طور جدی گفت یاور و سوی برآمدگاه روان شد. تشکر گفت ولیجان و یاور را گسیل کرده برگشت. خوب بام را کشاییم. چرا نی؟ اگر ترکت چی؟ هر چیزی در تقدیر و نصیب باشد. پاسخ داد نادیر. کیف قلف است، آن را چخیل می کشاییم؟ کلید در لفافه است. ولیجان لفافه را کشاد. در ورق رمز قلف نوشته شده بود. او این رقم ها را در قلف چید و تگمه آن را زیر کرد. قلف کشاده شد. درون کیف بسته های $100 به ترتیب چیده شده بودند. سروزیر به وعده‌اش وفا کرده بود. خوب حساب میکنیم. به همین هم معلوم که آنجا 100 بسته $100 هست. در چنین کیف ها از این زیاد دلار نمی گنجد. گفت نادیر. تو این را از کجا میدانی؟ مگر من بار اول پول را میبینم؟ در فیلم های امریکایی بارها کیف دلار را دیدم. پس پاداش زحمت را تقسیم میکنیم. گفت ولیجان. باشد. ولیجان پول را 2 تقسیم کرده گفت انا $500,000 حقی حلالت. نه نمیگیرم. این برای من زیاد است. شیار دوره شوروی برادری و برابری را مگر فراموش کرده ای؟ ما قبول کرده بودیم که مکافات پولی برابر تقسیم می شود. حالا که اگر از روی زحمت پول را تقسیم کنیم حق تو از این هم زیاد می شود. بغیر این تو نسبت به من بیشتر به پول احتیاج داری. خانه و ماشین خریدنت در کار، زن گرفتنم در کار. شوخی کرد نادیر. چرا نی؟ از زنت رسما جدا شده ای و به گردن تو بر این مردی آزاد و سیرپول دختران حلقه می شوند. البته این شوخی است و من آزادی مطلق را از دست دادنی نیستم. خوب پولت را به چی صرف می کنی؟ واقعا این 50,000 برای پیشبرد من بعد فعالیتمان. بعضی تجهیزات خریدن لازم. گفت نادیر و 5 بسته پول را پیش ولیجان گذاشت. و 150,000 دیگر از بناهای نو یک خانه خوب و ماشینی نو می خرم. و $300,000 باقی مانده از مسکو خانه می خرم تا اهل بیت در شهر هم خانه داشته باشند. باز می گویی که و تو پول در کار نیست. هر قدر پول زیاد باشد همان قدر خرج هم زیاد می شود. بله، تو چی نقشه داری؟ یک قسمی پول را برای بیورا جدا می کنم و باقی ماندهش در دهه بابایی خانه می سازم. از حولی بابایم پاره را برای پدرم جدا کرده بودند. پدرم کلبه ساخته بود که با مروری وقت فرسوده شده است. پسرمک هایم دیر باز خواهش دارند که بجایش خانه سازم. نقشه عالی و فکرم الکه غمی آینده را میخوری. خونی نافت در دهه نریخته باشد هم به زادبوم اجدادیت دلت کشال است. من هم اکنون میفهمم که چرا اکثرا مردان بعد نفقه برآمدنشان از شهر که تمام عمرشان را گذرانیدند به دهه به خانه‌ای که تولد شدند برمیگردند. بله، چیزی کس را چون آهن ربا به خود میکشد. مثلا من در دوشنبه تولد و کلان شدم و ممکن سال 1 یا 2 مرتبه به دهه میروم، ولی به هر حال دلم کشالی آنجاست. گمان میکنم که این طبیعی است. شخص باز به اصل خیش برمیگردد.
پس برای عملی کردن نقشه هایمان رخصتی می گیریم. بله، البته رخصتی بی‌مزد، گفت نادر با لبخند. دوستان از جا برخستند تا نقشه هایشان را عملی کنند. پایان کتاب یکم. شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامه‌سر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتاری 15